به کانال دریچه دانستن خوش اومدین. امروز قراره از ناگفته‌های زندگی ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا و اینکه چطوری با دونالد ترامپ آشنا شد براتون بگم. ملانیا ترامپ با نام ملانیا کناوس در 26 آوریل 1970 مصادف با 6 اردیبهشت 1349 از پدری اتریشی و مادری اسلوونی در یک شهر کوچیک به نام سونیکا توی اسلوونی به دنیا اومد. پدرش در ابتدا راننده بود اما بعدها فروشنده اتومبیل شد. مادرش هم در مزرعه سیب زمینی کار میکرد و بعدها در یک کارخونه بافندگی شروع به کار کرد. ویکتور پدر ملانیا از اعضای حزب کمونیست بود اما اون ملانیا رو مخفیانه توی یک کلیسای کاتولیک غسل تعمید داده بود. مادرش که توی کارخونه بافندگی کار میکرد گاهی یه سری فشن شو برای بچهای کارگر راه میانداخت. ملانیا هم از همون بچه‌ها بود و عشق به استیج و مدلینگ از همونجا در اون به وجود اومد. ملانیا دبیرستانش رو که تموم کرد رفت شهر لیوبلیانا پایتخت اسلوونی. اونجا با یه عکاس آشنا شد و یک سری عکس از ملانیا گرفت و همین عکس‌ها شروع مدلینگ رو برای ملانیا رقم زد و شروع به فعالیت‌های مدلینگ کرد. ملانیا در دانشگاه لیوبلیانا معماری خوند اما درسش رو نصف نیمه رها کرد و مدلینگ رو ادامه داد. سال 1992 در یک مسابقه زیبایی شرکت کرد و نفر دوم شد. این مسابقه جسارت کافی رو به اون داد که در سن 22 سالگی به میلان مهاجرت کنه و شغلش رو جدی بگیره و اونجا قراردادهای زیادی رو برای کار مدلینگ امضا کرد. ملانیا از وقت به ایتالیا رفت رابطه‌اش رو با تمام افراد زندگیش قطع کرد و هیچ کس از دوست‌ها و آشناهاش ازش خبری نداشتن و اون زندگی جدیدی رو شروع کرد. گفته میشه در اون زمان با پسری به اسم زورسک دوست میشه و اون رابطه تنها رابطه عاشقانش قبل از ترامپ بوده. از دهه 90 ملانیا شروع میکنه به سفر کردن به کشورهای اروپایی و زبانهای فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و انگلیسی رو یاد میگیره و برای پیشرفتش خیلی تلاش میکنه تا یه مدل معروف بشه. پائولو زامپولی که مدیر برنامه‌هاش بود وقتی میبینه ملانیا برای معروف شدن خیلی داره تلاش میکنه بهش پیشنهاد میده که به آمریکا بره. در سال 1996 برای اون یه ویزای کاری میگیره و یه آپارتمان توی منهتن اجاره میکنه و با یه عکاس به نام متیو آشناش میکنه. ملانیا اون زمان 26 سالش بوده و توی صنعت مدلینگ 26 سالگی سن زیادیه. به خاطر همین نمیتونست قرارداد جدید ببنده و به خاطر سنش قبولش نمیکردن و دخترهای کم سن رو انتخاب میکردن. همین باعث شد ملانیا توی سرازیری مالی بیفته. بنابراین رفت سراغ شرکت‌های تبلیغاتی تنباکو و مشروبات الکلی. این یه راه حل خیلی عالی بود چون دخترهای کم سن‌تر نمیتونستن توی این تبلیغات باشن و براشون غیر قانونی بود. اگر تا اینجا با من همراه بودین لطفاً ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. ملانیا برای این تبلیغات مجبور به گرفتن عکس‌های برهنه و نیمه برهنه میشد و عکس‌هاش روی مجله جیکوب چاپ میشد. سال 1998 پائولو مدیر برنامه‌های قبلیش اونو به یه مهمونی تو منهتن دعوت میکنه که در اون مهمونی ملانیا با دونالد ترامپ آشنا میشه. ترامپ همون شب از ملانیا شمارش رو خواست اما ملانیا چون ترامپ اون شب همراه خانم زیبایی توی اون مهمونی شرکت کرده بود شمارش رو نداد. اما ترامپ تمام شماره های تماسش رو به ملانیا داد و ملانیا بعد از یک هفته با ترامپ تماس گرفت و اینطوری رابطه‌شون شکل گرفت. در سال 2005 ملانیا و ترامپ توی مراسم زیبا تو فلوریدا ازدواج کردن و عکس ملانیا با لباس عروس مارک دیورش روی جلد مجله ووگ چاپ شد. لباسی که قیمتش چیزی حدود $100,000 بوده. در سال 2006
پسرشون بارون به دنیا اومد و دقیقاً تو همین سال ملانیا موفق شد که شهروند ایالات متحده آمریکا بشه که به گفته خودش بزرگترین مزیت برای هر فرد تو این دنیا. در سال 2016 ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد و ملانیا تبدیل شد به دومین بانوی اول ایالات متحده آمریکا که متولد یک کشور خارجی بوده. در این زمان انتقادات خیلی زیادی در مورد گذشته ملانیا به ترامپ شد، چرا که گفته شده بود اون در یک دوره از زندگیش به عنوان اسکورت جنسی کار میکرده. ملانیا تو کتاب جدیدش به نام ملانیا نوشته که من عاشق بدنم بودم و حس خوبی بهش داشتم و دوست داشتم به بقیه هم نشونش بدم. ملانیا به جز این کتاب 2 کتاب دیگه هم به نام فری ملانیا و ملانیا اند می نوشته و چاپ کرده. تو این دوره هم که ترامپ با همه مخالفت‌های ملانیا در انتخابات شرکت کرد و دوباره رئیس جمهور آمریکا شد. حالا باید دید این 4 سال پیش رو ترامپ چه عمل کردی داره. نظر شما در مورد ملانیا چیه؟ به نظرتون گذشته بانوی اول آمریکا مهمه یا نه؟ لطفاً نظرتون رو کامنت کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید.